بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده نصلی علی رسوله الکریم. واقعه شهادت حضرت انس بن نضر رضی الله عنه. حضرت انس بن نضر از اصحاب جلیل القدری است که بنابر علتی نتوانسته بود در جنگ بدر شرکت کند و از این بابت خیلی ناراحت بود و همیشه خودش را ملامت میکرد که این اولین و بزرگترین جنگ اسلام بود و تو در آن شرکت نکردی. آرزویش این بود که اگر جنگ دیگری پیش آید آنچه که در دل دارد تکمیل کند. از قضا جنگ احد پیش آمد. او با کمال شجاعت و دلاوری در آن شرکت نمود و در آغاز فتح نصیب مسلمانان گردید، اما در آخر به سبب اشتباهی که رخ داد مسلمین شکست خوردند. اشتباه این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از آغاز جنگ چند نفر را بر تپه‌ای مقرر نموده تا زمانی که من دستور نداده ام از اینجا پایین نیایید، زیرا از آنجا احتمال حمله دشمن وجود داشت. وقتی که مسلمانان فتح را حاصل شد به کافران به جنگ پشت نمودند و پا به فرار نهادند. اینها تصور کردند جنگ پایان یافته و دیگر احتیاجی نیست بیشتر در آنجا بمانند، بلکه لازم است که کفار را دستگیر کرده و اموال غنیمت به دست آورند. امیر آن گروه آنها را منع کرد و گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم از خالی گذاشتن این محل منع فرموده‌اند و شما مخالف امر ایشان نکنید و از اینجا متفرق نشوید. ولی آنها با این تصور که اکنون جنگ خاتمه یافته، شاید منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط هنگام ادامه جنگ بوده، آنجا را ترک کرده و خود را به میدان رسانیدند. فراریان کفار وقتی آنجا را خالی دیدند از همان ناحیه بر مسلمین حمله کردند. در این وقت مسلمانان از جنگ غافل شده بودند. در نتیجه از این حمله ناگهانی مغلوب شده و از هر دو طرف در میان لشکر کفار قرار گرفتند و در این لحظه به این سو و آن سو می دویدند. در این هنگام حضرت انس رضی الله عنه دیده از روی یکی از صحابه دیگری به نام سعد بن معاذ می آید و به او گفت ای سعد، کجا داری می روی؟ به الله سوگند می خورم که بوی بهشت از کوه احد را به مشامم می رسد. این را گفت و شمشیر به کف در میدان جنگ وارد شد و به جهاد ادامه داد تا این که به شهادت رسید. پس از پایان جنگ هنگامی که بدنش را نگاه کردند دیدند که مانند غربال سوراخ شده بود. روی هم بیش از 80 ضربه تیر و شمشیر بر بدنش اصابت کرده بود تا حدی که جنازه‌اش شناخته نشد. خواهرش او را به نشان سر انگشتش شناخت. توضیح: کسانی که با اخلاص و تلاشی صادقانه در کار الله جل جلاله مشغول می شوند، آنان در همین دنیا لطف جنت را احساس می کنند. حضرت انس رضی الله عنه در زندگی خود بوی جنت را احساس کرد. به راستی اگر آدمی اخلاص داشته باشد در همین جهان از لذت بهشت بهره